هفته خبر تو خبر داره براتون از سبوی شکسته و پیمانه ریخته عظما تو عراق که حتی وقتی میخوان با دلخوش کنک به خودشون روحیه بدن اعتراف میکنن که این قضیه پیش داره و طولانی خواهد شد. چرا وضع عراق اینجور شد؟ اینا یقین بدانید شما که آقای مالکی با پشتیبانی این مردم و علما و اتحاد همه مردم قطعا پیروز خواهد شد، اما این مسئله طول خواهد کشید. بله. یک سری از باندهای نظام هم که کیسه دوخته بودن آمریکا دوباره یه لقمه جویده شده بذاره تو دهنشون، از اینکه این هم گیرشون نیومد پاک کنف شدن. حالا آمریکایی ها میگن که ما دخالت نمی‌کنیم. آمریکایی ها متعهد بودن که به دولت عراق در راستای تقویت پایه‌های نظامی و امنیتی کمک بکنن و در واقع کمک آمریکا به دولت بغداد برای غلبه بر چنین بحرانی یکی از تعهدات آمریکاست و حالا آمریکایی ها با صراحت اعلام می‌کنند که ما در این پرونده مداخله نظامی امنیتی نخواهیم داشت. به نظر میرسه که دست ولایت که برای لقمه کردن عراق توی این 10 سال دراز شده بود بعد جوری توی تله افتاده و داره کوتاه میشه. You can go wherever you want. Ready? Yeah. خب دیدی مثلا میگه اگه سوالتون شده که این مشنگ نیم وجبی چجوری شده که به این روز افتاده، باید ببینید که الگوهای زندگیش کیا بودن. من اون موقع وقتی بچه بودم نوارهای مرحوم آقای فلسفی رو گوش میکردم. ایشون گفت آقا بذار من این مطلب رو اول بیان کنم گویششون در خاص بعد تشریح نمایم، مثلا اینجوری. یا مثلا مرحوم شهید هاشمی نژاد در مشهد بودن، ایشون گفته که بعد ببینید این دنیای غرب چطور از یک طرف محصولاتشون رو به مردم میفرستن، از یک طرف استعمار و استکبار، اینجوری مثلا. بازیش اون موقع بازیایی که خیلی بازی ما اصلا تو خانواده من که من معروف بودم به حسن خرابکار. حالا ببینید که همین آیت الله حسن خرابکار باخت تیم فوتبال رو چطور با یک نظر کارشناسی حوزوی قابل تحمل میکنه. بازی جام جهانی هم دنبال میکنین آقا؟ نه تا حدودی. بسیار. خب ما دیدیم دقیقه آخر وقتی این مسی بالاخره یک گلی زد خلاص ما یه مقداری ناراحت شدیم. آره. از این مساوی نیجریه هم دیدیم و یه میشه اینا خلاص. بله ان شاء الله که بچه‌ها حالا من نگران نیستم، انگلستان و اسپانیا اینا دیگه هم عود شدن برای این ما دلمون خوش بالاخره. حدیث میگه البلیت ها از تا آمد تابت. بلا وقتی عمومی بشه و آسان‌تر میشه تحمل کرد. حالا جدیدترین روش آخوندی برای توجیه خسیس‌بازی و ندادن یادگاری به دیگران از دلقک خامنه‌ای. یه کسی گفت انگشتت به من ده، گفتم میخوای چه کنی؟ گفت میخوام نگاش کردم یادت بیفتم یادگاری. گفتم بهت نمیدم تا دل نیست یاد ما بیفت. تو میگه نمیخوای یاد ما بیفتی، همونطور که میگید انگشتر رو دیدم یادت افتادم، نگاه کن ببین نیست، بگو قرائتی هم انگشتر شما نداره، ای خدا خیرش بده. این هم نتیجه این آموزش روی این سگ ها. Okay. بعد از اینکه مهدوی کنی دراز افتاد جلوی ورودی جهنم، تیگریش به دست و پا افتاد که قبل از اینکه نوبت به نفر بعدی که این آخون شکمه باشه برسه یه برنامه تبلیغی براش درست کنه. گفتش که من فکر می‌کنم که مثلا منبر رفتن یه کار راحتیه. این دکتر من گفتش که آقا هر یه منبری که ایشون میره مساویس با 8 ساعت کارگری کار میکنه، بیل میزنه. تنبل‌تر از فوک ندیده بودیم که حالا پیدا شد. این دیگه جیغ اونا رو هم در میاره. نه
نوبتی هم باشه نوبت بسیجی دهنگشاده که یه چشمه‌هایی تو مشنگی از خودش نشون بده. شنوندگان و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. من از ایران پایتخت تهران تماس می گیرم و می خواهم برایتان سوالهایی که پیش آمده است و اقدام علیه امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران می کنند برایتان بیان کنم. ما باید اول پایگاه ها را از مدارس شروع کنیم و سپس به دانشگاه ها انجام بگیرد. هرگز نخواهیم گذاشت که دانشگاه های ایران و مدارس ایران مورد دستخوش ناآرامی ها قرار بگیرد. امیدوارم از این که سوال هایی که پیش می آید بتوانم به عنوان یک فعال سیاسی و فعال دانشجویی به پاسخهای شما بدهم. یکی از عرصه‌های جدید جنگ نرم بازی‌های کامپیوتریه که به شکلی بسیار پیچیده تأثیرات عمیقی از خودش به جای میذاره. دکتر چرندباف توضیح میدهد. اگه توی بازی توی بدترین صحنه‌اش جاییه که توی مسجدیه، اگر در بک‌گراند داره صدای اذان میاد، اگر در بازی یا مهدی، این بازی قدیمی هم هستش، بازی یا مهدی نکته جالب بینندگان از بدونن، بازی یا مهدی بازی که شما وقتی تفنگ دستت میگیری وای میسی در مقابل سرباز مسلمان شیعه، اگر زودتر قبل اینکه اونو بکشیش، یعنی بعد یه حرفی رو بزنه شما باختی، بعد وایستی یه حرفی رو هم که زد بعد سری بکشیش، فرصت بده تو رو میکشه. اون حرف اینه یا مهدی، یعنی سرباز مسلمان جلو شما میگه یا مهدی سری بعد بکشیش. اگه قبل اینکه بگی یا مهدی بکشیش اشتباه کردی. شما حق نداری کسی که یا مهدی نمیگه بکشی که، یعنی شما کسی که یا مهدی میگه مشکل داری. خب بعد تازه گفت یا مهدی میزنی، یا مهدی تیر، یا مهدی گلوله، بزرگ میشه این بچه. این یا مهدی شرطی شده، مگر میشدم شرطی نشه؟ اینم تبلیغ بلیت مسابقات والیبال در تیوی ریش همراه با دستورالعمل‌هایی برای رعایت حقوق زنان. اگه کسی اومد گفت من بلیت مسابقات رو دارم و میخوام به شما بفروشم، به هیچ عنوان ازش نخرین، چون پولتون از بین میره. نمیتونید با بلیت کسی دیگه شما وارد سالن بشین. درسته آقای داورزنی؟ بعد مطلب دیگه این که ورود خانم ها اکیداً ممنوع هست. اگر کسی عنوان میکنه که من مجوز دارم برای ورود خانم ها، بدونید که این اتفاق نخواهد افتاد و فدراسیون والیبال که جناب آقای داورزنی هم اینجا حضور دارن با صراحت کامل بیان میکنن که مجوز حضور خانم ها در سالن به هیچ عنوان صادر نشده. حالا این هم از پاتک برخی از خانم های هموطن برای خیت کردن آخوندا. جمعی از نسوان وقتی دیدن تو بازی اول با برزیل ورود بانوان به ورزشگاه ممنوعه، اما جلوی چشاشون زنای برزیلی گذرنامه نشون میدن و میرن داخل، تو بازی دوم یه ترفند پیچیده رو به کار گرفتن: ورود با لباس برزیل. اینم نظر یکی از مجریهای تیوی ریش در مورد اینکه چه زمانی احساس میکنه پولی که میگیره حلاله. شما یه مبلغی میگیرین، چقدر فکر میکنه که این پولی در میان پول خوبیه، پول به هر حال شپناکی نیست به قول حسین؟ من اگه برم سر یه جایی که حس بکنم واسه اینکه خودمو لوس بکنم، خودمو شیرین بکنم، اعتباری رو کسب بکنم، یه حرفی رو بزنم که واقعا صحت نداشته باشه، پایه نداشته باشه، معرفت قلابی باشه، اون پول کوفتم میشه. خب پس احتمالاً این یارو تمام روزهای سال پولش کوفتش میشه، چون اگر اسم این کارها لوسبازی نیست پس به چی میگه لوسبازی؟ میخورد تبلت کو تبلم اینها نه آقا میخوره. خوب نگاه کن ببین. بیا پایین تموم شد. خب الان راحت باش. خب احساس درد داری؟ نه. این خودکاره. یادآور چیه رضا؟ یه دقیقه بیا اینجا. نه جون حسین ما. یادآور چیه؟ سرتون بالا. نه اصلا. GRAJSO یکی نیست بهش بگه خرس گنده. این کارا چیه؟ اگه میخوای برقصی حداقل اینطوری کار کن.
وقتی تیوی ریش میخواد شیر نقادی رو تو تلویزیون باز کنه ولی توش گیر میکنه. همینطور که دارید میفرمایید اگه به تلویزیون کشور، رادیوی کشور، روزنامه کشور، جامعه خبری کشور، حتی به وزرا، صدرا، بالاتر پایینتر میخواد یه تذکری رو بده، باید احساس آرامش امنیت کنه، نه دست پاش بلرزه. آقا نمیشه حرف بزنی سرتون میکنن زیر آب. این میدونید کشنده ترین جمله است. ما همین الان داریم نقد میکنیم و هیچ کاری ندارن بندگان خدا رو اگه چش نزنند. نه اتفاقاً بین شما شکست نفسی میکنه، اصلا این بی‌ادبی نیست. میگه سرتون میکنن زیر آب. آقا من چجوری شده؟ ولی خب لابد یه طورایی هم شده که اینجوری شده دیگه. بله لابد یه طورایی شده دیگه، مثل یارو که میخواد 2 کلمه راجع به آب حرف بزنه ولی میترسه که ببرنش زندان. که دریاچه ارومیه بهترین دریاچه، من عاشق دریاچه ارومیه بودم، اصلا بهترین دریاچه تو دنیا بود، ولی بی‌مبالاتی کردن دریاچه رو به کویر تبدیل کردن. اصلا اسم دریاچه متاسفانه نباید بگن. حالا میخوان چیکار کنن؟ الان میخوان آب شیرین، اونم آب کشاورزی رو بگیرن بزنن تو دریاچه، که من گفتم که شبکه 6 گفتم، مطبوعات گفتم خیانت نکنید. الان دارم میگم هر شهرداری، کرمان، شیراز، تهران، هر کی میخواد بگه این کردوانی داره ضد انقلاب هر چی است، دلیل میارن براتون. چرا این کارو نکنیم؟ داریم میگیم صرفه‌جویی کنیم. البته بعضی مسائل مثل گرونی اینقدر تابلوست که از هر جایی بیرون میزنه، حتی از خونه مادر بزرگه. بیچاره مادر بزرگه حساب نداره، وقتی همه چی گرونه چی واسمون بیاره. بیچاره مادر بزرگه حساب نداره، وقتی همه چی گرونه چی واسمون بیاره. در پایان 2 عجوبه آینده سینما رو میبینیم که اگر همینطور ادامه بدن میتونن برنده جایزه اسکار بشن. اولی یک بازیگر فیلم های ملودرام. من خواستم من گریه کنم. الکی چیکار کنم مامان؟ من گریه کنم. من خدافظی کنم تو گریه کنی؟ باشه. باری مامان خدافظ. چیه؟ ببینم. چی ببینی؟ ببینم فیلم تو حالا؟ اشکاتو بکن حالا فیلم تو ببین. نه خب حالا بخوای فیلم تو ببینی دیگه، حالا اشکاتو پاک کن فیلم تو ببین. پاک کن اشکاتو. خب الان فیلم بازی کردی؟ تمام شد فیلم؟ آره؟ الان فیلم تمام شد؟ بخند بالا. و دومی یک بازیگر فیلم های اکشن که نیازی به بدلکار نداره. واخر عنه اي جاي